سلام علیکم دوستان، چطور لایک بدیم از برد میلاد این نشون بده. این چیزا محمده به تو بعد دیگه همینجوری. اگه خوش اومد حتما لایک کنید و کامنت بذارید تا من بیام تا چی خدا همیشه ویدیو رو میگیرم. من یه صبح بریم دارم. تو بچه پولداری اوقات فراغت یه گروه باشی حال میده خدایی ایراد نره بره یه من بزنم نه امتیازه ما بله دوستان محمد اینه بهتر رید آقا جان 3 شدی باز خوبه واقعا مثل چیزا نیست واقعا مثل خوب نی؟ آباد نی دیگه داشت ریدی آفرین خیلی خوبی نه خوبه کامبک میزنم اگه یه رده یا ای محمدی جمع کردم خدایی خیلی عقلم هجی خیلی عقلم چندیم؟ 35 شش اوه خوب ریدی محمد پینگت بالاست من میدونم مشکل پینگه من میدونم سراخ خودت دوست داری توپش خرابه ای زمان چیکار میکنم؟ نه بهتر زد نه خدای زد 8 باز بهتره رازش تو آروم زدن من اصلا آرومات بزنی نه با هول کنی آنات چوست حالا مهدی مشهدی قرار میگیره پشت سکو آماده پرتاب طلایی تلاش بعدی نبود دهنت سرویس هاچی واقعا دهنت سرویس چرا دهنم سرویس چرا؟ احساس حقارت میکنم من این بازی یه شطرنج بازی کنیم خود نمیکنم بزن ببینیم خب ببینیم چیکار میکنی این بازیکن میرینه آقا چرا میرینی؟ کج میرم چی عزیزم؟ حلال محمد بیا اینجا آروم بزن آروم دوبار اینجور کن سبکه خب این هم حالا ببینیم این سنگینه این هم آقا امتیاز نه واسه امتیاز چند شد 8 خوبه خود خوبه واسه 8 خوبه واقعا 8 اشکال نداره راندمان نداره نه راندمان نداریم فیناله داداش نه 20 تا پرتاب داری برو
الان هر کدوم 8 پرتاب زدیم. چیتر بچه ها، حالا کسی تو بازی بولینگ چیت بزنه؟ بزرگترین چیتر قرن نداریم اینجا. کلم سلاطین نه خدایی خدایی چیزی نداره. من خدایی چیزی نداره. قبول کن. کامبک میزنی بازی. کامبک میزنم نگه. ورق بازی برمیگرده. برد. گفتم چیزی نداره. بعد خدای سنگین. ازش فرق داره. نکن. دلت نخواد. واقعا سنگینه. فرق نداره بنظرم. چون فوم داخلش اکثرا. اما زدی همه رو ها؟ نه همه نزد. میزنه نمیزنه. تلس میشی؟ نظر نمید تلس چیه؟ این خدای دور بود اصلا. من قاتل حرفه یا شاید میشه. راست میگه واقعا سخت. این توپ طلا سنگینه اینا. آره بابا این سنگینه. ببین. بکن. همونه. از قبلی یکم سنگین. از من گفتم یکم سنگین. سنگین تر بهتری دیگه. آره دیگه. تو خونتون باشگاه بودیم شده. من بدسه خود دارم تو زعفرانی رو صبح وایسا مونده یه دونه مونده. یه دونه رو این پاسیبله. به نظر من خونه‌شون باشگاه بولینگ داره. من اومد اینجا بولی کنه. به نظرم نه. آقا برای منم بزنید. عوضی همه رو برداشت برد. حست چیه؟ اسلامی که دیدم اسلام من خوبی نیست. سنگینه رو پیدا کردم. سنگینه مال من برد بودم. اوکی برو بیتی. این بازیکن چیکار میکنه؟ بازیکن میرینه. این بازیکن میرینه. توپش خراب بود. دوباره تلس شدی. تلس میگه که دیرسار همه میشه. اون خوبه. اونو بزنی گله. راحت. مخصوص خودت دیدی. باز یه دن زدی باز. من همش ریخت. ریخت ها. بزن ببین چی میشه. برو گم شدی. خدا وکیلی برو گم شد. یعنی اصلا اونو برداری. جوابا میکنه. آن دیگه بچه‌های اصلا چیته کامنت واقعا حرفی نمیمونه. بگی موضوع من استعداد دارم یه همه چی نیستم. نظر چیه کامبک چی بفهمید مورده ببین بازی پشماش نیاورد. انقدر نزدم که هیچ جرام نمیاره. چرا 7 تا زد؟ 7 تا زد یکم مونده نکنه چیش تموم شده. این بزنم انقدر نمیارم چی نمیاره. راست میگی. آورد شروع واقعا بزنیم این بازیکن چیکار میکنه.
این بازنه همه رو میزه به نظرم همه رو فستای بزن آره کمی هاردهاز رو بندم همه رو فستای بزنی بهتره نتیجه زیبا رو بذارم بچه ها نشون بدم نه چیز کن بچه ها اون 68 منم اون بالایی منم بچه ها این پایینیه پایینی این لوزره این لوزر چیتر اون پایینی است چرا؟ بد نبود به من نمیرسی پسترهای ولی خب برای شروع بد نیست شو بابا آخه لوزر آخه بازنده من نیست که اینجا آی مثل من باشی موفق باشی ما چیز میکنیم عوض میکنیم 96 من همه رو زد دن سرویس دو تا مونده عزیزم دو تا مونده تو رو میزن دارش تو قروب شکسته نشه دیگه نه دیگه باید بزنی مطمئنی گروه من شکسته نشه اصلا گروه شکسته فقط به خاطر تو نزن که قروب شکسته نشه اصلا نمیخواست این کارو کنه واقعا حالا مرام من این کارو میکنه دیگه دارم برمیگردم ها چل شدم دارم برمیگردم بچه ها نت سریز آجی کامبک میزنیم بازی کن امتیاز کامل چی شد؟ سنگین سراخ گشاد بزن ببینیم چطوریه این هم وسیله هاشه من نشون ندادم ولی نشون میدم و تلس دوباره برقرار خب توپو دیگه ببینیم چه کن بمالش ببین خوب میشه این هم نشون میده این سیستمش خب نشان قرارم بزن ببینیم آجی دقیقه ویدیو شده خوب شده تایم خوب شد آها نه خوب زد خدایی خوب زد اشتی آقا خدایی خوب زد چند امتیاز 45 نه رسون 45 96 بیا برم توپ من مثل توپ هم بردارم خوب بود آقا خوب بود برای آدمی که تو خونه‌شون باشگاه بولینگ داره واقعا خوب سو که آب پرتقال تو میخوای از جکوزی میبینون خوب بود آقا من میخوام با این توپ قهرمانی تو بیا تو قهرمانی منو بردی افتادم آها ضربه آخره 15 45 اصلا داشت نمیبره هر جور کنید خدا بسی 600 تومن حال یه دونه حالا بزن من این کاریش میکنم نه هم نمیکنم فرصت نده تمرکز کن تمرکز رو بکن آو وی یه دونه مونده گیم اوور 116 انجام شد چیه؟ است چیه که با 115 فرشو باختی آقا چیزی رام نکنه وقتی که میباد ببین من به عنوان آدمی که اولین بارمه به عنوان که مثلا باشگاه بولینگ خونتون مثلا باید تو بهتری بردن افتضاح بود واقعا من چه بندشه بابا من خوش میده واقعا این همه حمایت این همه پول دادم بریم زمین از سابقه خریدم ما رو بیرون میکنه آقا در ویدیو چیه من تو رو قایدم امروز من به عنوان اولین ویدیوم حتی ویدیو داشتم سال 2018 اینا
من سال 98 ولی حالا ما خیلی به هر حال آره موقع سبکش واقعا فرق داشت برام پشت میز بودیم ریاکت می‌کردیم ولی با من اولین ویدیوام فکر می‌کردم من استعداد اجتماعی دارم ندارم حقیقتا باشگاه بودیم ما صحبت می‌کردیم مصاحبه می‌کردیم تو خیابون بگیر آقا ویو بگیر خدا وکیل آقا اون طرف امضا می‌خواست بگیره واقعا ویو بگیر آقا میگفت آقای مشهدی زوم شما آها. داری چیزی میکنی هر روز آب پرتقال میخوری میای واقعاً چه از نتیجه‌ای؟ سواری میکنی من چرا اینو انتظار می‌کرد؟ داشتم شما 20 پرتاب تو آقا فرسترایک بزنه والله نشد من از شما بیشتر انتظار داشتم آقای من آره دیگه چرا از من تو داشتی آجی تهران انقدر حالا دیگه ول کن این بوی میده انگار اومدی طبیعی آره آقا به عنوان اولین ویدیو واقعا واقعا خوب بود بعد 600 تومن من نمی‌ساعتی واقعا بله واقعا بعد من اومدیم آقا بچه‌ها هم- من یک قولی دادم به خودم خب هر میگم که یه ویدیو اینجا ویدیو بگیرم هم سرگرمیه هم من اومدم یه مثلا کیفم میکنیم حالا هر چی بریم 400 بریم لش پارتی کنیم میریم مثلا از دختر مردم میریم مسابقه هر چی بله. هر چی حالا نه بعد ما خوش بدید چه کردیدا اگه از این لذت بردید حتما لایک کامنت ساب حتما بکنید و تا ویدیو بعد خدا خدا نگهدار